بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. ذکر هم عبادت بزرگی است و هم عبادت سبوکی است که همه وقت گفتنش میتوانی. نیکی انسان وقتی که ذکر میکند الله، باید دلش در غفلت نباشد. همه وقت باید وقتی که میگوید به زبانش باید از دلش بگذراند. بعد به تاجیکی در همین زیر همین ویدیو در همین کامنتاریا به تاجیکی برادران می نویسند از یاد کنید بگویید این دعاهای بزرگه که الله عز و جل شما را نگهدار باشد. امروز برای شما با چند ذکر دیگر پیشنهاد بکنیم که این ذکر راویش ابو هریره است رضی الله عنه. حدیث صحیح است، صحیح ابو داود است، رقم 5067 و صحیح است. امام ابن دقیق العید صحیحش میگد، شیخ البانی هم صحیحش میگد. خلاصه میفرماید ابو هریره رضی الله عنه که ابو بکر رضی الله عنه فرمودند که ای رسول الله، امر کن مرا به گفتن کلمه ها هنگامی که صبح می شود و هنگامی که شام می شود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. این آخرانش ان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم در از راوی دیگر حدیث آمدگی است. عبدالله ابن عمرو روایتش میکند، اینم صحیح است. باز در روایت دیگر، در روایت شیخ اختی البانی روایتش میکند در صحیح ابو داود میگد که هنگامی که صبح میشود یا که شام میشود یا که در وقت خواب میروی پیش از خواب رفتن گفته میشود. ذکر الله عز و جل از بزرگترین عبادت هاست که باید انسان به همین ذکرها حرصمند شود. برای همین صحابگان رضی الله عنهم بسیار حرصمند بدن به ذکر کردن الله در تمام وقتها، خواهی از شب باشد خواهی از روز باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسیدند که آنها را آموزاند. و در این حدیث ابو هریره رضی الله عنه حکایت میکند که ابو بکر صدیق رضی الله عنه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت امر کن مرا به یک کلمه هایی که آنها را من هر روز تکرار کنم، دعایی که هر روز من او را بگویم هنگامی که صبح می شود یا که شام می شود یا که در روایت دیگه پیش از خواب. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای او گفت قل اللهم فاطر السماوات والارض، بگو که الله خالقی آسمان ها و زمین است که هیچ کسی مثل الله نآفریده است. عالم الغیب، عالمی غیب است، ای عالمی آن چیزی که از بنده هاش غیب است، بنده هاش او را نمیدانند. عالمی غیب است الله. عالم الغیب و الشهاده، ای آن چیزی که پنهان است الله میداندش و آن چیزی که شما او را مشاهدت میکنید. رب كل شيء و ملیکه، ای پروردگاری همه چیز و خالقش و مالک همه چیز و متصرف است در همین جهان هستی به مشیئتش. اشهد ان لا اله الا انت، گواهی می دهم که نیست معبودی به حق شایسته عبادت مگر تو. اعوذ بک من شر نفسی، پناه می برم به تو از چی؟ از بدی نفسم. نفس انسان هم بدی دارد. برای این پیغمبر چی گفت؟ ابو بکر بگو که پناه می برم از بدی نفسم که نفس هر آینه به بدی امر میکند. اعوذ بک من شر نفسی و من شر الشیطان، و از چی پناه میبری؟ از بدی شیطان، ای از اغواگری شیطان و وسوسه او. اعوذ بک من شر نفسی و من شر الشیطان و شرکه، ای از آن کفر و شرکی که شیطان ما را دعوت میکند. و ان اقترف علی نفسی سوءا او اجره الى مسلم، ای پناه میبرم به تو ای پروردگارم که به نفس خودم یگان بدی نبیارم. ای پناه میبرم که به نفس خود یگان بدی را نبیارم یا که سبب شوم برساندن بدی به یگان برادری مسلمانم. ببینید یعنی که پناه میبری به الله از
بدی به نفس خود آوردن، یا که سبب نشوی به آوردن یک بدی و یک بلا و مصیبت به یگان برادر مسلمانت. چرا؟ برای که نفس انسان امر کرنده است به بدی، میل میکند به شهوت ها و لذت های فانی. باز ذکر دیگری که از عثمان ابن عفان روایت می شود در صحیح ابو داود است و در امام نسائی است و ابن ماجه است و امام احمد است. راوی حدیث عثمان ابن عفان است رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید کدام بنده ای که میگوید وقتی که صبح می شود، در صبح هر روز یا که در بیگاهی یا که شام هر شب میگوید که بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 بار صبح و 3 بار شام، هرگز او را یگان ضرری نمی رسد. در روایت دیگه کسی که میگوید 3 بار صبح او را یگان بلای ناگهانی نمی رسد، یا که کسی که بیگاهی در شام میگوید یگان بلای ناگهانی به اون نمی رسد. خلاصه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می فرماید که کسی که میگوید بسم الله، ای به نام الله، پناه بردن به نام الله، به نام اللهی که هیچ ضرر نمی رسد، با ذکر کردن نام بزرگ او به یک اعتقاد و ایمان به همین چیزی در زمین، چیزی در زمین، ای وقتی که نام الله که میگیری هیچ چیز تر در زمین، از چی؟ از مکروهات، از چیزی که تو را بد میبینی یا که از چیزی که تو را اذیت میتید، هیچ چیز از همانها وقتی که نام الله میگیری تو را ضرر نمی رسد. ولا فی السماء، و نه در آسمان از بلاهایی که نازل می شود چی نمود بلا و مصیبتی نباشد. و هو السمیع العلیم، و او شنوا به همه چیز و دانا به همه چیز است. 3 بار باید بگوید بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فی الارض ولا فی السماء. انسان کجایی که می رود صبح دم باشد همین دعا را 3 بار بگوید که همین ذکر با یک اعتقاد و با یک ایمان، انشاءالله که او را هیچ ضرری، هیچ بلای ناگهانی نه صبح و نه شام می رسد. یعنی وقتی که صبح میگوید تا بعد نماز بامداد تا بیگاه انشاءالله که هیچ ضرری و اذیتی او را نمی رسد. و وقتی که شام میگوید تا برآمدن بامداد انشاءالله که هیچ بلای ضرری ناگهانی به اون نمی رسد. این بود دعا یا که ذکری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر میکرد که صحابگان بگویند. زیر همین ویدیو در همین کامنتاریا به تاجیکی برادران می نویسند از یاد کنید بگویید این دعای بزرگه که الله عز و جل شما را نگهدار باشد.